18 مارس از راه واروخ اسفره سنگ‌های رمزی را برداشتند. بعد محاصره 5 روزه دوباره راه واروخ به اسفره باز شد. روز 13 14 مارس در مرز بین تاجیک‌ها و قرغیزها سر ساختمان راه آقسای تمدیق ماجرا شد. 2 تاجیک کشته، بیش از 20 نفر زخمی و 3 نفر قرغیز مجروح شدند. در پی این قرغیزها راه واروخ اسفره را بستند. با راهبری معاونان سروزیران هر دو کشور مذاکرات شروع شد که روز 18 مارس به پایان رسید. امیدواریم ما از همین که ما حرکت کرده تینجی آرامی شود یکم. دویم اینکه همین چخل مثل پیشتر بودیم همین خیلی زندگی کنیم، فقط راهی ما علاوه جابجا کرده تیه. قبل از مراسم باز شدن راه واروخ اسفره، رئیسان دهاتی تاجیک نشین و قرغیز نشین روبرو صحبت کرده عهدی دوستی بستند. پیغمبر خدا فرمودند مسلمان باید نیکی که به خود می خواهد به دیگران نیز خواهد. بیایید برای یکدیگر نیکی کنیم. ساکنان واروخ میگویند از سال 70 عصر گذشته تاجیک ها و قرغیز ها برای راه و آب و زمین بحث دارند. این بحث ها چندین مراتب به زنازنی کشیده شدند. تاجیکستان با قرغیزستان زیاده از 470 کیلومتر مرزی نامعین دارد که واروخ یکی از آنهاست. چندین سال است طرفها برای مشخص کردن خط مرز به موافقه نمی رسند.